حکم دادگاه عالی نسبت عبدالخلیل خالقزاده، عبدالقادر رستم و سهراب رجبزاده بعد از ظهر 22 فوریه در مرافعه در بازداشتگاه موقت شهر دوشنبه صادر شد. بر اساس قرار دادگاه عالی، عبدالخلیل خالقزاده نویسنده کتاب حوادث روزگار من و مدیر بیمارستان ابن سینا به 6.5 سال، نویسنده شناخته عبدالقادر رستم به 4.5 و مدیر چاپخانه ارگراف سهراب رجبزاده به 1 سال زندان محکوم شدند. تلاش‌های ما برای گرفتن جزئیات از این بیشتری حکم از دادگاه عالی پیوندان این 3 نفر و همچنین از وکیل دفاع به نتیجه بود. درباره صادر شدن حکم دادگاه در نسبت عبدالخلیل خالقزاده، عبدالقادر رستم و سهراب رجبزاده نخست شده روزنامه‌نگار و شاعر تاجیکی مقیم فرانسه ظفر یوسفی در صفحه فیسبوک خبر داد. این خبر در شبکه‌های اجتماعی واکنش‌های زیاد را به میان آورد و برخی حکم دادگاه را وزنین می‌گویند. با 4 سال و 6.5 سال محروم کردن از آزادی خیلی سنگین است. اونا به جامعه خطرناک نه. کردار و رفتارشان بیشتر در تشکل مثبت افکار جمعیتی عاید به دولتداری، مکمل کردن روندهای مناسبت‌های فرهنگی و اجتماعی بیشتر است که نه کمتر و غیره. بنابراین به نظر من این باعث نگرانی و ناراحتی نیز است. یک چیز را نیز باید ذکر نمود که خود روند بررسی مرافعه در پس درهای پوشیده برخلاف ترتیب مقرر شده دایر گردید. از گفتن عدالت یا تا چه اندازه اشتراکچیان مرافعه به خصوص عیبدار کننده و ادوکات برابر بودند و اینچنین آنهایی که همچون کارشناس جلب شدند، آداب کسبی رعایت کردند و غیره مشکل است و بنابراین در رابطه به اعلان حکم سوالها و معماها بیشتر به نظر می رسد و این مشروعیت حکم اعلان شده را نیز سوال برانگیز می کند. بازداشت این 3 نفر به دنبال واکنش‌ها و تنقیدها از کتاب حوادث روزگار من انجام شد. در این کتاب مؤلف عبدالخلیل خالقزاده خاطره‌های خود را نوشته و همچنین نظرش را از همکاری با ساکنان منطقه‌های گوناگون تاجیکستان بیان داشته است. اما از این کتاب برخی از مقامداران بلندپایه از جمله سابق یاور رئیس جمهور در امور رابطه با جامعه، سابق پرزیدنت اکادمی علم‌های تاجیکستان، سفیر فعلی تاجیکستان در ازبکستان و معاون رئیس حزب خلق دموکراتی تاجیکستان انتقاد کردند، هرچند عبدالخلیل خالقزاده قبل از بازداشت این همه را رد کرده بود. دیگر اندیشان، نمایندگان مخالفین، ادیبان و برخی مهاجران در خارج از کشور بازداشت عبدالخلیل خالقزاده و نویسنده عبدالقادر رستم را تنقید کرده آن را ادامه فشار حکومت برای سرکوب آزادی بیان نامیدند. مولا رجب یوسفی، ارشاد سلیمانی، آزادی، دوشنبه.